ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. کدام چیزی که موجب قتل شریعت مقرر کرده امور موجب قتل میدانم، دیگه چیز موجب قتل نمیدانم. دین امیر میگه. حدیث برای ما 3 مورد موجب قتل معرفی میکنه و او را هم به ما اختیار نمیده. قاتل که ناحق قتل بکنه قصاص میشه، این آدم پس قتل میشه، لیکن کاری منی، کاری شریعت است. یک، توی کده آدم باشه یا زن توی شده زنا بکنه، زنا موجب قتل است، قتلش درست است، ولی به من نیست. شریعت او را قتل میکنه. دینی خود بگذاره، از جماعت مسلمان ها جدا شوه، مرتد شوه. آلی این آدم موجب قتل برش پیدا شد، یا آدم قتل شوه، ولی برای من نیست. شریعت امیر موجب قتل کرده. یک آدم سخت مخالف مولای متوکل است، شب و روز دشنام میده، لعن میگه، من موجب قتل نمیدانم. در مسائل قطعا در سخت اختلاف استاد است. دینم برای من نگفته که موجب قتل است. ضررش خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. برای من دینم برای من نگفته که را قتل بکن. نمیتونم قتل. اگر من دین قبول دارم، در هر مورد قبول دارم. در جایی که منفعت شخصی ما آمد اونجا بازی تو نمی کنم که دین فراموش کنم. از او خاطر ما این کشتنای علمای بیگناه و بیچاره را که در سای قرآن حدیث میده و یا قتل کرده رو ایسته، بر روز قیامت جواب داده نیسته. ادناترین شخصی که تو قتل میکنی، بازو کسی که دعوت به سوی حق میده او را تو قتل میکنی، با الله سبحانه و تعالی چطور جواب میدی؟ چه قسم جواب میدی؟ ما بارها اعلان کردیم، این را باز در گوش شما میرسانیم که ما مردم جنگ و جدل نیستیم که قتل مردم بغل بدیم. حتما نظریه مرا بپذیر. نه نه نه، الله گفته لا اکراه فی الدین. در قبول کردن دین زبردستی و جبر نیست. دین تعلق به یک قلب داره، سری قلب زور نمیشه. چرا زبردستی نیست، به زور قبول کردن نیست. قد تبین الرشد من الغی. اگر کسی در صدد پیدا کردن راه هدایت باشه، امروز کتاب الله با تفاسیر موجود است. امروز احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل کتاب مدون شده، تحقیق شده، تشریح شده. کسی که دنبال حق میگرده بالکل راه را پیدا کرده میتونه. ضرورت به این است که ما سری کسی ظلم بکنیم و ما حتی آماده به جر و بحثا نیستیم. وقتی خود ضایع نمیکنیم در جر و بحثا. ما مسئولیت در برابر ملت خود داریم که تعلیم بدیم. پیشتر که گفتم که 3 اصل بزرگ اسلام شناسایی کنیم، معرفی کنیم، مردم ما بشناسن. ما به این خاطر عمل میکنیم. بیا بیکار نیستیم که حالا یک برادری ما اونجا قطعی از اون جر و بحث بکنه، مولوی صاحب ما قطعی مناظره میکنیم. چی ضرور است؟ کتابا موجود است، مراجعه موجود است. اگر کسی دنبال حق میگرده هیچ ضرورت به این نیست که واقعا دنبال حق میگرده. انشاءالله مجلس عمومی گرفته میشه در آینده و سریعی موضوعات حکومت هم خبر داده میشه. ما پالیسی ما، موقف ما همیشه و همیشه در این طور مسائل میدان علم است. سلاح ما کتاب است. مبارزه ما بحث است. غلبه ما توسط دلیل حق است. ما گاه هم نه به این مسائل دامن میزنیم و نه طرفداری گپاستیم، ولی دشمنای دین که شناخته شده هستند از طول تاریخ از اینمی گپا استفاده کرده، فرقواریت دامن زده
از یک فرقه یک عالم از فرقه دیگه عالمه در قتل رسانده، خواسته که مسلمان ها را فقط در مسائل جزئی، در مسائلی که حتی قابل از این نیست که قاش آدم ترش بکنه، در اون مسائل یکی با دیگه مندازه، ولی کار و شکار خود میکنه. کل علما حتی آزاد نباشه که بره در یک مدرسه درس بگویه. شما خبر دارید این ملت غافل و بیخبر خبر داره؟ ما ملت خو این دنیای کفر تا امروز آنقدر ضربه زد ما را که هیچ پرسان نکن. اولاد ما بجای از اینکه الله لا اله الا الله را بخوانه ای را بشنوه، اولاد ما همیشه انفجار شنیده، اولاد ما همیشه صدای طیاره بالا شدن شنیده، اولاد ما همیشه فیری تفنگ شنیده. اولاد ما خو موقع برش برابر نشده و دشمنا واقعا کار کرده رویست، بسیار زیرکانه کار کرده رویست. ما با این دوستای ما که قطعا در بعضی مسائل مخالفت داره، فلیدین نمیکنه، نکنه. ما کی گفتیم نمازش نمیشه؟ حتی اون موضوعاتی که در دین اصل نداره امور قطعش جار و جنجال نداریم. بسیاری را ما گفتم که ما در این مورد بحث نمیکنیم. اگر کسی سری مرده خود هیل اسقاط میکنه، یک صبحکی بشینن این شام بخیزه، برای ما چی؟ اگر میره در پولی قبر استاد میشه، از قبر میخواه بخواه. بله من مسئول هستم که این عمل جایز است یا ناجایز. این را بیانش فرض است بالای من، این را میکنه. این که در کی بر میخوره، مصداقش کی واقع میشه، این خود به من تعلق نداره. من خود نامی احمد و محمود نمیگیرم، من خود قاعده عمومی را در شریعت بیان میکنم. آلی که سریکی میچسبه و کی مصداقش واقع میشه و خود اصلاح بکنه. ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها